ҷалби диққати ҷавонон хӯрок ва консерт омода намуда, онҳоро ба рақсу бозӣ ташвиқ карда, то ба охир расидани чорабинӣ касеро иҷозат надоданд ки аз масҷид берун равад. کسانی که در مساجد الله که مکان مقدس است در اوجا رقص و بازی میکنند، مثل که یک نوار نشان دادند در کشور طاغوتی تاجیکستان که دختر در داخل مسجد میرقصانند و 4 تا صوفی های قبر پرست اونجا نشسته هستند، ساز روشن کردین اوجا بازی میکنند. اینها با اجماع کافر و مرتد شدگیستند، همهش کافر هستند. به خاطر ازی که مساجد مکان مقدس است، الله سبحانه و تعالی در آیات متعدد از مساجد نام میبرد. خصوصا در سورة جن الله سبحانه و تعالی میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد از آن الله است، در اوجا احد را شریک الله قرار ندید. پس هر کسی که در مسجد الله در این مکان مقدس کشتیگیری و عیاهوی میکنن، رقص و پایکوبی میکنن، چک و بازی میکنن، اینها با اجماع کافر میشن. مسجد مکان عبادت است. حتی در داخل مسجد خیرات خواستن و صدقه خواستن درست نیست. چی باشد که در داخل مسجد کشتیگیری و عیاهوی و چک و بازی و رقص بازی، با بالخصوص ای که در داخل مسجد دختر میرقصانند، ساز روشن میکنن، در داخل مسجد سازهای انواع سازها را روشن میکنن و بید بازی میکنن، همه اینها کافر هستند، مرتد شدین. با دلیل ازی که اینها در امورات دین تمسخر کردین، امورات دینی را پریشخندی قرار دادین. اینها عذر ندارن که بگوین ما مزاح کردیم یا شوخی کردیم. همه اینها کافر مرتد شدین. تمسخر و مزاح بر امور دین درست نیست. و بالخصوص این رقاصا و بازیگرا همهش که در داخل مسجد چک کردین، هیاهوی کردین، چیق و فغان زدین، همهش کافر شدین، به جای که در خانه الله سبحانه و تعالی با الله تمسخر میکنین.